دوستان عزیز سلام، امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حالتون خوب باشه. امروز قصد داریم که راجع به پشت پرده های نامه ابتدا محرمانه و بعد از اون عمومی طرح ساماندهی پیام رسانه های اجتماعی با شما صحبت بکنیم. این نامه در ابتدا محرمانه بود و بعد از اون در رسانه ها لو رفت. طرحی که قرار بود قانون های مختلفی تصویب بشه در خصوص پیام رسانه های اجتماعی، چه داخلی و چه خارجی. پیام رسانه های داخلی مثل تلگرام طلایی و نمیدونم هاتگرام و چنین شنا، و پیام رسانه های خارجی مثل وایبر و واتساپ و تلگرام و سایر نرم افزارهای دیگه مثل ایمو. یه طرحی اومدن توی مجلس ارائه دادن که قانونهایی رو تصویب بکنن در خصوص پیام رسانه‌های خارجی، که ما هم در برنامه پشت پرده که 2 قسمت به اون پرداختیم. بعد از این قضیه آقای رشیدپور تو برنامه حالا خورشید، آقای اگر اشتباه نکنم محمد علی پورمختار رو نماینده مجلس رو آورد روی خط که توضیح بده در خصوص این طرح، و تصویر آقای محمد علی پورمختار رو هم می‌بینید که وقتی داشت این نماینده مجلس صحبت می‌کرد من فکر می‌کنم یه آدم بی سواد کودکستانی داشت صحبت می‌کرد، نه یک نماینده مجلس. و اصلا راجع به طرح سری توضیحات میداد که آقای رشیدپور مدام میخندید. حالا ما هم امروز میپردازیم به این صحبتایی که این شخص کرد. اما میدونید که تلگرام توسط پاول دوروف، شخصی که در روسیه متولد شده، طراحی و پیاده سازی شد. تلگرام از یک پروتکل رمزرگاری شده یا انتقال پیام استفاده میکنه. یه توضیح خیلی ساده میدم برای کسایی که زیاد فناوری کامپیوتر ندارن. ببینید، وقتی شما یک پیام رو از گوشی A به گوشی B ارسال میکنید، این پیام کد شده ارسال میشه به گوشی B که این کد به صورت تکنیک امتی پروتو هستش. یعنی مثلا شما مثلا کلمه سلام رو ارسال میکنید، خود سلام ارسال نمیشه. سلام مثلا تبدیل میشه به داده های ریاضی، مثلا ABC 1 2 3 7 8 مثلا ارسال میشه از کامپیوتر شما. اون کسی هم که میخواد دریافت کنه کد شده دریافت میکنه، دیکد میکنه و حرف سلام یا کلمه سلام رو میبینه. اما از یه سری الگوریتم‌های دیگه هم استفاده میکنه تلگرام. حالا من چون اسماشون رو میگم شاید کسایی که دوست داشته باشن و رشتهشون آیتی باشه بخوان از این قضیه استفاده بکنن و تکنیک‌ها رو دنبال بکنن، بگم که از یک پروتکل رمزنگاری متقارن به اسم AES 3256 بایتی استفاده میکنه، از یک الگوریتم رمزنگاری نامتقارن RSA استفاده میکنه و پروتکل انتقال کلید دیفی هلمن که توسط اکثر برنامه‌نویسایی که تو مسابقات ACM برنده شدن و دارای دکترای PhD هستن استفاده میکنن در شرکت تلگرام. میدونید که ACM یکی از مسابقاتی هستش که اکثر برنامه‌نویسای دنیا میرن توی این مسابقه شرکت میکنن که اکثرا روس‌ها نفر اول میشن. توی ایران هم دانشگاه صنعتی شریف اون رو برگزار میکنه هر سال. اگر اشتباه نکنم مسئولش آقای محمد قدسی است در ایران که برنامه‌نویسای سراسر کشور اونجا شرکت میکنن. و پاول دورف هم که میدونید که الان صفحه ویکی‌پدیاش هم با هم میبینید، مهندس کامپیوتر روسیه هستش و روس‌ها عموما برنامه‌نویسای خوبی هستند. هندها همچنین، هندها هم خیلی برنامه‌نویسای خوبی هستن. و حالا بگذاریم از اون قضیه. اما تلگرام طلایی که موضوع اصلی هستش و ما بارها گفتیم که تلگرام طلایی داده های مردم رو شنود میکنه، دسترسی های زیادی داره و از نسخه اوپن سورس یا بازمتن تلگرام طلایی استفاده میکنن. تلگرام اصلی استفاده کردن که نسخه تلگرام طلایی رو به وجود آورده. اما صحبت هایی که آقای محمد پور مختار کردن خیلی جالب هستش با آقای رشیدپور. حالا هر جاش نیاز به توضیحات داشته باشه من سعی میکنم که توضیح بدم. من میام سراغ افکار عمومی آقای پور مختار. من طرح شما رو کامل مطالعه کردم. یه جایی رو ماژیک کشیدم که اینو مثلا با هم دیگه نگاهی بکنیم. بی زحمت بچه‌ها اون قسمت از قانون رو بیاریم. ماده 29 میگه که فعالیت مؤثر در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می‌گیرد مستوجب محکومیت حبس با جزای نقدی درجه 8 خواهد بود. بعد یا جزای نقد. پایینم میگه که وزارت فرهنگ باید شرایط فعالیت مؤثر رو مشخص کنه. ماده 29. بریم ماده 29 رو بیاریم. خب چون اونجا تصویر ویدیویی هست با هم بخونیم. حالا آقای رشید هم توضیحات داده. میشه فعالیت مؤثر در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه بدون مجوز ممنوعه. یعنی شما وقتی می‌خوای بری کانال بزنی بعد بری اونجا تو وزارت فرهنگ و ارشاد و سایر نهادها بگی که سلام علیکم من می‌خوام مجوز بگیرم یه کانال بزنم. حالا ببین آقای رشیدپور چی میگه.
برمیگردم به پرسشم، قانون باید فضا رو شفافتر بکنه و برای افکار عمومی تسهیل بکنه. الان تو همین پیام رسان ها آقای پورمختار، یکی گروه آشپزی داره، یکی گروه گلدوزی داره، حالا کنارش ممکنه یکی هم یه گروه سیاسی امنیتی داره، اینم هستا. اما اینکه بیایم بگیم که برای هر گروهی، هر کانالی باید طرف بره مجوز بگیره. یه کسی میخواد مثلا یه کانال میگم آشپزی بزنه، حالا باید بره دنبال اداره کل ارشاد استانشون بگرده که مجوز بده که این آیا میتونه کانال بزنه یا نمیتونه. این خودش یک مانعی ایجاد میکنه که مردم رو نسبت به پیام رسان داخلی دلسرد بکنه. میپذیرید این رو؟ حالا جان رشید پورنت بفرمایید، اگر امروز کسی بخواد یک نشریه ای رو بزنه و منتشر بکنه به همین راحتی مگه بهش اجازه داده میشه؟ یعنی ببینید چقدر نماینده مجلس بیسواده که تأسیس یک نشریه رو با ایجاد یک گروه تلگرامی یا کانال تلگرامی مقایسه میکنه. بله. باید بره مجوز بده. قیاستون مع الفارقه. اون نه اصلا مع الفارق نیست. ببین این پیام رسان هم مثل یک نشریه است. نشریه هم پیام رسانه. اون مکتوبه. بله، اگر کسی بخواد خود پیام رسان رو بخواد راه اندازی بکنه. دقیقاً نکته خیلی قشنگه. خود پیام رسان مثلا من برام یه دونه نرم افزار بسازم بکنمش پشت پرده گرام مثلا، اون باید برام مجوز بگیره. گروه بیان تو پشت پرده بزنن من مجوز بگیره؟ بله باید بره مجوز بگیره. شما نوشتید کانال یا گروه. بله ببینید ما مؤثرش گفتیم. اولا ببینید ما یه شرط آوردیم به اون این که گفتیم کسی که میخواد کانال یا گروهی داشته باشه باید از خرید عرضم به خدمت شما اون پنجره واحد با رعایت مقررات کشور ثبت بکنه. در همین حد اصلا بس گرفتن مجوز برای نه، صراحت قانونتون اینه. ببینید شما فعالیت در پیام رسان اجتماعی داخلی با ایجاد کانال رو بدون مجوز ممنوع است. یعنی ببینید یک لایه‌ای رو دارن میبرن تو مجلس که بکننش بعدن قانون که خودشون نمیدونن چی تصویب کردن. ببینید ندونستن قانون صرف به این نمیشه که شما بیگناه باشید و یک تخلفی رو انجام بدید. شما هر جای دنیا، چه اروپا باشی چه ایران باشی، یه تخلفی انجام بدی بری دادگاه بگی من نمیدونستم این تخلفه، قاضی میگه به من چه نمیدونستی؟ باید میدونستی. پس ندونستن قانون نمیشه بر اثبات بیگناهی شما. و در اون صورت شما باید قانون رای نماینده مجلس ببرید توی مجلس که یک آدم عادی هم خود بتونه بفهمه داستان از چه قراره. خودش میان لایه میده، بعد با دوستان اطرافش که اینجا لیستشون رو هم میبینید و اسامیشون هم هست که اینها اومدن امضا کردن که این بره تو مجلس، نمیدونن چی به چیه، داستان از چه قراره. بعد انتظار دارن مردم هم بفهمن. بدون ثبت و اینها نه، بدون این مجوز رو کی قراره بده؟ نه حالا اونی که ما دو بخش کردیم اینها رو. یکی اینهایی که همونطوری که شما اشاره می‌فرمایید فعالیت عادی دارن، آشپزی دارن، یک گروه خانوادگی هم با هم جمع شدن، یک کانال این چنینی هست، این خیلی عادیه. منتها ما یه دسته دوم اون پیام رسانه‌های مؤثر یا اثرگذار هست که الان اینجا شما اشاره فرمودید. نه باز پیام رسان رو به کار نبرید. منظورتون کانال و گروه یا پیام رسان؟ این دوتا مطابق پیام رسان‌های اثرگذاره. این که نمیشه که شما از کجا تشخیص میدین مثلا پیام رسان گپ مؤثره، پیام رسان نمیدونم سلام مؤثر نیست؟ اینا از مرجع تشخیص براش تعریف کردیم. مرجع تشخیصش هم یک هیئت ساماندهی و نظارت هست که از 13 دستگاه تشکیل شده. یا علی حالا 17 دستگاه جمع بشن آقای پورمختار که تشخیص بدن که یک کانالی البته فکر کنم گفت 13 تا، این گفت 17 تا. این که میگه سلام علیکم من میخوام این مجوز بگیرم، میگن که به به مثلا رفتی تو ارشاد، میگه شما باید از 13 جای مختلف مجوز بگیری، بعد برات پول فکر کنید مفتی که این کارو انجام نمیدن که بعد پول بدی، 50 قطعه عکس بیاری، بسیجی فعال داشته باشی، تصویر، بعد وزارت اطلاعات بعد استعلام بکنه شما صلاحیت داشتن کانال داری یا نداری. یعنی یه دکون هم باز کردن دیگه، میگن خب هر کسی خواستی کانال بزنه مثلا 5000 تومان 10000 تومان بگیریم. خب قسمتی از اختلاساتمون رو جبران میکنه. خب بله. یک گروهی مؤثر یا مؤثر نیست؟ 13 دستگاهه و ایرادی هم نداره. مثلا رئیس مرکز ملی فضای مجازی رئیس اونجاست و دستگاه‌های مختلف که شما میتونید در ماده 3 اینو ملاحظه بکنید. بله خوندم. ماده 3 رو بریم ببینیم.
هیئت نظارت، رئیس مرکز ملی، بله 13 تا دستگاه. معاونت زیرفت نماینده تامین اختیارات وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ، وزارت اطلاعات، دادستانی، مجلس، صدا و سیما، نمیدونم سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، یک نماینده از مدیران پیام رسانه‌های داخلی، نماینده حوزه علمی. سلام علیکم. داستان اینه، میخواد شما یه مجوز بگیرید این افراد بعد بیان چک بکنن، این نکنن تو گونی ببرن تو شانس آوردید ترکیب رو. ولی من فکر میکنم شما دچار یک سوء تفاهم هستید. نه شما پیام رسان رو دارید میگید، این ماده داره کانال یا گروه رو میگه، این دوتا با هم متفاوتن. نه ببینید کانال و گروه، حالا پس ما تفاوت قائل شدیم بین اون پیام رسان های خود نماینده مجلس هم نمیدونه چی میخوان ببرن تو مجلس. راست میگه رشید پور، اون هیئت نظارت برای تأسیس کانال یا برای تأسیس یک پیام رسانه. برای من اینجا شفاف بشه که چی بگم مؤثر و اونهایی که نیستن. حالا اینجا داره میگه ماده 29 چی میگه؟ فعالیت مؤثر در پیام رسانه‌های اجتماعی خارجی و داخلی. و بحث همون مؤثر هست. آیا مؤثر هست یا نه؟ این مرجع میاد تشخیص میده که این اثرگذاره. حالا اسم بخوایم بیاریم، بعضا هستن مؤثرن، محل رجوع هستن و حرفاشون، شایعاتشون، صحبتاشون اثرگذاره. خب اینها رو باید ما ساماندهی بکنیم. اینها مجوز نیاز دارن. اگر کسی بخواد کانالی را بندازه که تو شایعه پخش بکنه، به نظرتون هلک هلک بلند میشه میره از یه نهادی که 17 تا ارگان توش هم مجوز بگیره بعد شایعه پراکنی کنه؟ نه نمیگیره اتفاقا. خب همین میشه دیگه. ما اجازه شایعه پراکنی رو میخوایم بهش ندیم. یعنی چی؟ یعنی کنترل میکنیم، نظارت میکنیم که اجازه شایعه پراکنی نباشه. حالا خوبه، خب اجازه شایعه پراکنی ندید، ولی اینکه این کنترل نظارت هست که همیشه خودتون ادعا میکنید ما کنترل نمیکنیم پیام رسانا رو، خود جای سواله. و خب طرفم تابلو دیگه، خب نمیاد بره پیام رسانه داخل نصب کنه، میگن خارجی نصب میکنم با خیال راحت حل بکنیم ازش. و اگر مجوز نگرفت و اثرگذار بود باش برخورد بکنیم. بسیار. چرا باید اجازه بدیم کاری؟ من با مغشوش کردن فضای امنیت روانی جامعه کاملا مخالفم و بسیارم کار درستی. اما بله از حضرت علی میپرسم، من آقای پورمختار الان میخوام یه کانال بزنم توش مطالب جالب مثلا پخش بکنم. این الان به من بگید دقیقاً باید کجا برم؟ جالب یعنی چی آخه؟ جالب هر چی که فکر کردم جالبه پخش کنم. یعنی مثلا علمی باشه، عاشقانه باشه؟ عاشقانه است، اصلا عاشقانه. اصلا میخوام مطالب عاشقانه الان اول باید کجا برم؟ هیچی، باید اون پنجره واحد ثبت میکنه که من چنین کانالی رو به نام آقای رشید پور دارم میزنم. همین میشه مجوز. یه مجوز نداره، همین میشه. فقط ثبت بشه، معلوم بشه. خب اون کلمه مؤثره پس چیه؟ اون مؤثر رو عرض کردم، مؤثر. خب یعنی من میرم ثبت میکنم، بعد یه گروهی ارزیابی میکنن که این کانال من مؤثره یا اصلا بله. همین گروه در واقع همین. شما الان میدونید در این پیام رسانه‌های خارجی بیش از میلیون ها کانال وجود داره؟ بله وجود داره. خب حالا من همینجاشو داشته باشید، یه آمار که شبکه العالم داده، آماری از تعداد کانال های فارسی تلگرام، انتشار 3 میلیون مطلب در تلگرام داشته داشتید و گفته که آمار به دست اومده از فعالیت کاربران ایرانی در کانال های شبکه های پیام رسانی تلگرام نشان میدهد که 586,000 کانال تلگرامی فارسی وجود دارد. یعنی ببینید چقدر نیرو میخواد که بخواد این کانال رو بررسی بکنه، چقدر نیرو میخواد که این کانال رو بشناسه آقا اینا موثر هستن یا نیستن. یعنی ببینید که نماینده مجلس چقدر رو هوان. بعد میگه که هیچی نمیفهمن، رفتن این تحقیق بکنن. نوشته که در طول یک هفته حدود 12,000 تا کانال به تعداد کانال‌های فارسی افزوده میشه و آخرین آمار هم 586,940 کاناله. حالا چقدر نیرو میخواد کل کشور هم بسیج بشه، نمیتونه اینا رو پیام کنترل بکنه. اون هیئتی که 17 تا عضو داره فرصت میکنه این میلیون ها کانال رو بررسی کنه کدوم موثره کدوم موثر نیست. 18 تا بعدش هم بله. حالا بالاخره کارشناس داره، نیرو داره. این نیست که حالا خودشون الزاما بشینن. آقای پورمختار یه وزارت خونه دیگه میخواد که اینا بشینن بررسی کنن کدوم کانال موثره کدوم کانال موثر نیست. خب وزارت ارتباطات عضو، نماینده وزارت ارتباطات اتفاقا عضو این هست، وزارت اطلاعات عضو این هست، نیروی انتظامی عضوشه. اینهایی که خودشون فناوری دارن، رصد میکنن، اطلاعات رو دارن جمع آوری میکنن، فناوری دارن رصد میکنن. توجه کنید مردم به رصد، به حرفا دقت کنید.
ملی فضای مجازی کارشیده، بله اطلاعات کامل داره تهیه میکنه از فعالیت‌ها، اونم دستش بسته است، اونم نمیتونه کنترل بکنه و روی دست ما مشکل جمع آوری اطلاعات واقعا نداریم. بسیار خوب. من عرضم همینه، ببینید با من موافقید، میگم ما باید قانونی تصویب کنیم که قابل عمل کردن باشد و بلافاصله مجرم تراشیده نشود با اون قانونی که تصویب میکنه. این با من موافقید؟ ولی بفهمید کجاش غیر قابل عمل؟ ببین من راه حل ساده به عنوان یک خبرنگاری که خارج از کشورم میدم به این نماینده‌های مجلس، امیدوارم بشنون، مسئولین بشنون. اصلا نیازی به تصویب قانون ندارید، نیاز به این دردسر رو ندارید. کافیه یه نامه رسمی به شرکت تلگرام بزنید، بگید که آقا توی تهران یک دونه دفتر نمایندگی باز کن. دفتر نمایندگی هم اینطوری نباشه که هر آدم عادی بتونه بره اونجا، یه دونه نمایندگی. شکایت ها، نمیدونم این که آقا یه کانال تخلف کرد، بیان اونجا مراجعه بکن، آقا این کانال شایعه کرده، اونا بررسی میکنن، بله درست بود، کارشناس فارسی زبان دارن، اعلام میکنن به شرکت اصلی تلگرام که فکر میکنم سروراش در برلین و لندن و دفتر مرکزی خود پاول دوروف هم در دبی، اعلام میکنن، کانالو میبندن بدون هیچ مشکلی. یه دونه نمایندگی، آقا شرکت اینستاگرام تخلف میکنه، یه دونه نمایندگی بیاره بزنه تو ایران. وایبر یه دونه نمایندگی بیاد بزنه، دفتر بزنن تو ایران، مثل همه جای دنیا. شرکت اپل توی امریکا و چین داره فعالیتش انجام میشه، همه جای دنیا دفتر داره. منی که گوشیم خراب بشه میرم نمایندگیش میگم سلام علیکم این گوشی من خراب شده، فلان مشکل رو پیدا کرده، گارانتی داشته باشه درست میکنه، گارانتی نداشته باشه میگه انقدر هزینه داره. اصلا اینا فکر نکن، فقط میخوان وقت مجلس رو بگیرن، یه پولی برای دزدی داشته باشه. حالا اون نمایندگیاش هم داستان داره، آدم میتونه طرح درست به اینا بده. همینی که فرمودید از نگاه من که آدم غیر کارشناسی هم غیر قابل عمله. کدومش؟ یعنی اینکه ما عرض کردم، آمار براتون گفتم، میلیون ها کانال در فضای مجازی، میلیون ها گروه وجود داره. میلیون ها ایرانی که وجود نداره. چرا در همین کانال های فارسی آقا، در همین کانال ها و گروه های فارسی میلیون ها نفر هستن دیگه. نه نفر هستن ولی میلیون ها کانال مؤثر نیست. خب شما میگید آخه اون مؤثر بودنش اون گروه باید تشخیص بده. من میگم این میلیون ها کانالو چجوری میخواد پالایش کنه؟ ببینید معروفن یا غیر معروفن اینا. ما الان 4-5 تا بیشتر مؤثر نداریم در داخل کشور. اینا دردشون 4-5 تا کاناله. اصلا اینا شناخته شدن. برامون چون یعنی اگه دفتر نمایندگی هم بزنن تو تهران راحت، خیلی راحت آقا 4-5 تا نه 40-50 تا راحت میتونن کنترل کنن. دیگه شما بزرگتر از شرکت‌های مثل یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام که نیستید که. بقیه مؤثر نیستن که. حالا ممکنه در یک گوشه یه نفر اومده با مثلا 10,000 عضو یه چیزی رو انداخته، اصلا کسی در نگاه یعنی 3-4 تا مثلا. بله اعتقاد من این هستش که امروز ما بخوایم مؤثر نگاه بکنیم 4-5 تا بیشتر وجود نداره. خب اون 4-5 تا رو اگه مثلا محل مخل قضیه است، اون 4-5 تا رو بگیم آقا قربون شما کانال نزنید بقیه راحت باشن دیگه. این قانون تصویب کردن اینها به نظرتون ماجرا رو پیچیده نمیکنه؟ بالاخره ببینید قانون که داره تصویب باز میشه به اصطلاح باید جامع باشه، همه اینها رو در بر بگیره. این هم جزئی از اون هست. شما میخواید حرف از قانون بزنید، به جلوی سایت شرط بندی و قمار رو بگیرید، به جلوی سایت صیغه رو بگیرید، به جلوی سایت فروش سوالات کنکور رو بگیرید، به جلوی فروش سوالات نمیدونم امتحانات نهایی رو بگیرید. میخواید موثر باشید برید جلوی اونا رو بگیرید. اونایی که خیلی راحت‌تر نمیدید بگیرید، بعد گیر دادید به این پیام رسان‌ها، چیزی که وظیفتونه انجام نمیدید. بعد کاشف عمل میاد توی بانک سینا یه سری پولشویی‌ها انجام شده به خاطر همین سایت‌های شرط بندی و قمار از جمله مدیران خود بانک سینا. ولی ما در این حال باید کنترل بکنیم که توی این فضای مجازی که ما در اختیارش گذاشتیم، ما اجازه فعالیت داریم بهش میدیم، نظام بهش داره پهنای بان میده و امکان استفاده و برخورداری از اون رو میده. حالا بعدش هم ما اشاره کردیم که گفتیم پیام رسان‌های داخلی پهنای باندشون باید 2 برابر خارجی‌ها باشه. ببینید پهنای باند خیلی مهمه. خب اینو ما داریم مجانی به قیمت نصف قیمت هم قرار هست محاسبه بشه نسبت به خارجی‌ها. در اختیار اینها که قرار میدیم طبیعتاً باید بدونیم کیا هستن، چیکار دارن میکنن. این انحرافاتی که بعضن ایجاد میشه، حرفایی که علیه مردم و فرهنگ و انقلاب و امنیت داره زده میشه،
هیچ کشوری وجود نداره که اینو رها کرده. خب 100% اینطوریه. ولی اگر شما توی متن پیشنهادیتون می‌نوشتین پیام رسان‌های داخلی، اون موقع میگفتیم آقا کاملا درست میگم، امکاناتی که هست وقتی صرف میشه میگم باید نظارت هم وجود داشته باشه. شما نوشتین داخلی و خارجی، یعنی اگر کسی در یک پیام رسانه خارجی داره کانال ایجاد میکنه، من لزوم دریافت مجوزش رو نمیفهم. اصلا ببینید ما چون اجازه داریم به این میدیم و امکانات داریم میدیم، طبیعتاً باید این اختیار رو داشته باشیم که بیاد ثبت بکنه. خب به پیام رسانه خارجی شما چه امکاناتی میدید؟ الان پیام رسانه خارجی از کجا داره؟ پیام رسانه خارجی که سروراشون همه چیشون خارج از کشوره، فقط چون پهنای باندم که بهشون میدید قربونش برم تعرفه ها رو همه 2 برابر کردید. یعنی هر کسی که از واتساپ و تلگرام داره استفاده میکنه یا اینستاگرام داره استفاده میکنه، نرم افزارهایی که خارج از کشور و سرور داخلی ندارن، شما تعرفه ها رو 2 برابر کردید. تو خدمات هم به مردم ندادید. همه جای دنیا دارن اینترنت رو ارزونتر میکنن، پرسرعت‌تر میکنن. تو ایران همه رو محدود کردن، اینترنت رو گرونتر کردن که مردم دسترسی به داده‌های آزاد رو نداشته باشن. استفاده میکنه که میاد تو گوشی‌های من شما نگاه بهش میکنید. وزارت ارتباطات هست. خب من داره پهنای باند میده. اینترنتی که هست ما در اختیارش داریم میگذاریم. خب اون موقع ما به هر کسی که پهنای باند میدیم یک تارنمای خارج از کشور باید بگیم که مجوزاش هم بیاد از ما بگیره. فقط برای پیام رسان نیستش که این همه نداره. نه اونا هم هستن، اونا هم همینطوریه. بالاخره اونها دارن استفاده میکنن. که قرار مطرح بشه در صحنه آقای فورمختار؟ حالا منتظریم که از کمیسیون فرهنگی نتیجهش بیاد بیرون. ممکن حالا اونجا هم اصلاحات مختلفی بشه، ایراداتی هم ممکن وجود داشته باشه از لحاظ فنی مخصوصا. بسیار بله، امیدواریم که حالا ببینیم به کجا میرسه این صحبت‌های نماینده مجلس و یعنی چیزایی که میگه واقعا فقط آدم میتونه بخنده بشه. مرسی که تا این لحظه ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و اینجوری از ما حمایت کنید. مرسی که تا این لحظه ما بودید. ممنونم.